سوال 41. اگر الله مرا به چیزی امر کند، بر من چی چیز واجب میگردد یا که واجب میشود؟ جواب: بر تو 7 چیز، 7 مرحله واجب میشود. اول دوست داشتن آنچه که الله امر کرده است، دوست داشتن آنچه که الله بر تو امر کرده است و دوست داشتن آنچه که الله فرموده است. و سوم قصد اجرا کردن با نیت عملی. چهارم اجرای آن امر در عمل و آن عمل باید راست و خالص از برای الله قرار بگیرد و صحیح درست طبق شریعت الله، شریعت محمد صلی الله علیه و سلم باشد و احتیاط کردن از آن چیزهایی که این عملی که الله بر تو امر کرده است سبب برباد شدن آن نگردد، از نواقض این عمل و صبر و پافشاری در این عمل تا آخر. پس وقتی که الله به چیزی امر میکند، بر مسلمان ضرور است که آن را با تمام حقش بجا آورد. یعنی واجب تنها عمل کردن نیست، بلکه علم، محبت، اخلاص، موفقیت و صبر نیز شرط کمال شدن آن قرار میگیرد، شرط کامل و به کمال رسیدن آن قرار میگیرد. بارک الله فیکم.